در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. با دقت ارزیابی کنیم ای که زنا و دخترها از مکتب من میشه. احتمالاً به یقین نمیگم، احتمالاً یک نوع دشمنی بسیار استراتژیک با افغانستان صورت میگیرد. و امروز هم اگر ما خط فرضی دیورند را به عنوان خط مرزی قبول کنیم، ظالمانه و دور از عدل و دور از عدل است. البته منطقش نمیگم، البته دور از عدل است. کشورهای مختلف سرحدات را تعیین کرده بود، ما هم سرحدات خود به خاطر از اینکه دست اندازی صورت نگیره تعیین کرد. ببینید کلان یک مسائل حقوقیش است. این مسائل و این مسائل میره که من به شما میگم این کلش در کنگره وین در 1969 تصریح شده. من یک خاطره دارم از خان عبدالغفار خان خوب. آدم بسیار قد بلند بود، یک بینی بسیار بزرگ داشت، چهره سفید و سرخگون داشت. ما در مکتب لیسه صنایع غزنی سخنرانی کرد، سرخگون داشت. اون گفت یکی میگن که ما تاجیک هستم، یکی میگن که ما هزاره هستم، یکی میگن که ما پشتون هستم. چی رقم شما در بین خودتان متحد نیستین، یک ملت نیستین، شما پشتونستان طلبکار هستین. امی واقعا یک مسئله بسیار عمده است. وقتی که میرفتیم در اون ساحه یک حکم ثابت، ایمیل متعلق به فلان قریه است چون اوریزه شد. وزرای خارجه و نماینده های سفرهای کشورها در کشور دیگر، در کشور میزبان، اینا نیاز به ای که یک سند به نمایندگی از اون کشور خود ارائه بکنن ندارن. اینا نماینده تامل اختیار کشور خود بدون ارائه یک سند است. جان مطلب میگه وقتی خط دیورند وقتی ما میگیم نظر حقوقی بررسی میکنیم، اگر قرار باشه که مثلا میگیم این خط از لحاظ حقوقی زمینه حقوقی نداره، اینجا است که ایره نماینده تامل اختیار افغانستان در مطابقت با کنگره به می عهدنامه میگن نماینده تامل اختیار افغانستان که ضرورت به ارائه یک همچون سندی هم نداره برای اینکه خودش نماینده معرفی بکنه، امضا کرده که امیر عبدالرحمن خان است. بنابراین از نظر حقوقی شما نمیتونید بگین که این قابل مسائل حقوقیش است. این مسائل و این مسائل میره که من به شما میگم این کلش در کنگره وین در 1969 تصریح شده. کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. با سلام به بیننده های گرامی رادیو کتاب در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم خوش و آرام و سرحال باشین. افغانستان 47 سال است که دچار فاجعه شدید است. این یکی از او بحرانایی است که خیلی خطرناک است. من باب مثال اگر با دقت ارزیابی کنیم ای که زنا و دخترها از مکتب من میشه، احتمالاً به یقین نمیگم، احتمالاً یک نوع دشمنی بسیار استراتژیک با افغانستان صورت میگیره. حالی که در پشت از دشمنی کی است؟ یک سوال است. رادیو کتاب در صدد نیست که حکم کنه. حتی در موارد مختلف هم که بحث میکنیم، من باب مثال کسای مخالف خط دیورند است، به این معنا که میگه این خط مرز رسمی است، و کسایی هم کاملا معتقد است که این خط رسمی نیست، ظالمانه کشیده شده. رادیو کتاب در مقام قضاوت نیست، فقط میخواد روشنگری کنه و به می دلیل امروز ما سومین بخش در مورد خط دیورند مرز رسمی یا خط فرضی ضبط میکنیم. با اجازه همه بزرگواران ما امروز با احدی صاحب شروع میکنم که با عرض سلام و سعادت همه. به نظرم قبول خط فرضی دیورند در سال 1893 به عنوان قرارداد بین هند مستعمره و بریتانیا و افغانستان عبدالرحمن خان، البته این ظالمانه بوده است. و امروز هم اگر ما خط فرضی دیورند را به عنوان خط مرزی قبول کنیم، ظالمانه و دور از عدل و دور از عدل است. البته منطقش نمیگم، البته دور از عدل است. خط فرضی دیورند یک خط تقسیمی روی نقشه است، یک خط و تقسیم سیاسی بود. البته در اون زمان این خط یک تقسیم سیاسی است و سیاسی را خواهنم میفهم که بین بریتانیا و بین
تقابلی که وجود داره خط کشیده شد. خب خط فرضی روی نقشه نمیتواند خط و مرز سرحد بین دو مملکت شود. با یک قریه نگاه کنه، حد و مرزی که با قریه دیگر دارد حقابه و چراگاه آن قریه در نظر گرفته شده است، اما در سرزمینی که قوم سکونت و زندگی دارند کوه، چراگاه، دریا، کشتار در نظر گرفته نشده است. ما در زمان داود خان یک چی داشتیم، یک بررسی مرزی داشتیم. یک استاد ما بود، راقم نام داشت. این وقتی که در سرحد چین گفت رفتیم، مردمای بومی از او یک منطقه را ادعا داشتن، البته بسیار زیاد وسیع نبودن و اینان چراگاهشان امیر چینایا پذیرفتن و خاطر که چراگاه همون مردم. اما در خط فرضی دیورند که روی نقشه کشیده شده، این واقعا ظالمانه است. خط اصلی که بین افغانستان و بین هند او زمان می بود، این باید همین اتک می بود. ما از نگاه عراضی، از نگاه نفوسی که اونجا داشت، قومی که بوده، البته همین 100% باید همین خط بوده و چون همون دریا جدا میکنه یا کوه جدا میکنه حدود مرز. بنابراین من خودم فکر میکنم که این ظالمانه است و همین رو جنگی که در بین روسیه و اوکراین است، همین مسئله زبان و نژاد و زندگی قبلی از این مردم، این یک مسئله است. خب ما در زمان که خورد بودیم میگفتیم میرفتیم شعار میدم، روزای جشن میشد، شعار میدم دادمو دادا وطن، دادمو انا وطن، دا وطن زمازان دی دا پشتونستان. این شعار بود. البته شاید ما کم اضافه کرده باشیم، از یادم رفت. خب همین می آمدن مردم در روزای جشن می آمدن، جشن پشتونستان هم داشتیم ما، شما یک فواره او بودن اینجا کل جمع می شد و پشتون آمد دو نماینده. خب در اون زمان البته بسیار حاد شده بود همین مسئله پشتونستان، همیشه هم می آمدن از اون طرف مرد. من یک خاطره دارم از خان عبدالغفار خان. خب آدم بسیار قد بلند بود، یک بینی بسیار بزرگ داشت، چهره سفید و سرخگون داشت. اون گفت یکی میگن که ما تاجیک است، یکی میگن که ما هزار است، یکی میگن که ما پشتون است. چی رقم است؟ شما در بین خودتان متحد نیستین، یک ملت نیستین، شما پشتونستان طلبکار است. همین واقعا یک مسئله بسیار عمده است. ما چون قومیت حاکم است، دو چیز حاکم است، این بسیار آیلای چرا ما دو فقر داره، یک فقر اقتصادی داره و یک فقر سیاسی داره. واقعا فقر، همین روز تمام مشکلات ما از فقر سیاسی ماست. این رو باید آدم قبول کنه، از مکتب خوانده و غیر مکتب. خب به هر صورت مسئله پشتونستان همین رقم است. یک مسئله که عاطف صاحب فرمودن بسیار عمده بود تا نظر امروز، که قبول از این مردم است. ما خواهان هستیم. چرا خواهان نیستیم؟ خواهان هستیم، میخواییم فدرالیزم جور کنیم. گفتن احمدی صاحب فدرالیزم که جور میکنی، پاکستان هم جور کرده بود، حالا جدا میشن. اینجا قومیت اصلا سعی کنن، این قومیت حالا حاکم شده سراسر کل دنیا. جنگ روسیه قومیت از جنگ افغانستان، قومیت از جنگ، یعنی جنگ اقوام است. واقعا عاطف صاحب بسیار گپ خوب زدن که اونا چی میگن، اونا آیا طرفداری از این هستن یا نه میخواین که ما پشتونستان آزاد کنیم. خویی برای ما چی فایده ده؟ پشتونستان آزاد شد، خویی هیچ فایده نداره برای ما. همه گپ داشتم، زیاد گپ نمیزنم دیگه، برادر آگه که پای داشت بود سمنان ما یک دنیا تشکر. حدیث های بسیار خوب و شیرین و سازنده برای از اینکه ما به اقلانیت برسیم. در دهات دعوا فیصله کردیم. به عنوان معلمم که بودم ولسوالی مرکز بسود، خیلی دعوای
زمین و اینا رو ارجاع میداد. وقتی که می رفتیم در اون ساحه یک حکم ثابت، این ملک متعلق به فلان قریه است چون اوریزه شو طرف. آیا در خطوط مرزی بین کشورام امی چیز است؟ با توجه به مسافرتی که ما داخل اروپا کردیم این نمیتونه یک چیز است. مثلا ما که از اینجا وارد فرانسه میشیم، خب دریا از اونجا بلندی نیست. وقتی از فرانسه وارد آلمان میشیم یک ارتفاع را طی میکنیم، باز سراشیبی آلمان میره. از آلمان که به اتریش میرسیم عین گپ میشه، یا به سوئیس میریم یا به بلژیم میریم، هر جایی که بریم. بین پاکستان و افغانستان در 10 سال مکتب داری که کردیم صاحب، هر سال ما قاچاق وارد شدیم صاحب، رفت آمد کردیم بین پاکستان و افغانستان. بله. مثلا پارچینا را وقتی که شما در نظر میگیرین، در سر کوی تری منگل که میرسین، این طرفش تری منگل است پاکستان، او طرف در جاجی و منگل است. اوسون برف است و چی است، این طرف دمو غضب زمستان هم که شما بیاین سرسبز است. از بادنی، از قمردین، از دکانی، از 9 تا مرز یک وقتی که ما پیشم ششتم فکر کردم قاچاق رفت آمد کردیم. و همی خطی دیورنده که کشیدن صاحب در مقله های کو کشید. این همو قاعده دیهات به کار بردن. معمور رقمی که گفتم، خب یکی وطن ما توسعه بیافت، طبعا هر کسی که ساکن افغانستان است خوشحال است. ولی یک سوال ایجاد میشه که حتما پشتونای او طرف سرحد میگه ما خود دمی هر جایی که هستیم یک نل او داریم، یک سرک باریک داریم. طرف شما چی است؟ خاکباد است. یک نمونهش بسیار نمونه واضحش مرز ترخم که همه ما و شما رفت آمدم، این طرف با او طرف هیچ قابل مقایسه نیست. یعنی چیزا هست دیگه. به هر صورت تشکر از معلومات شما. چون عاطف صاحب حقوق خوانده و اینجا ما تصور میکردم ماورش صاحبم تشریف میره که امروز نامدن، انشالله که جور سلامت باشه. عاطف صاحب از نظر حقوقی شما هم دیپلمات بودین هم حقوقدان هستین، چی رقم ارزیابی میکنین همی خطه؟ تا چی وقتی دعوا باید ادامه کنه؟ و یک نکته ای که ما میخوایم از دور دور سر از این توجه شوی است که امور رقمی که از هر اختلاف سیاسی سوی استفاده میشه، از این خط دیورند هم سوی استفاده میشه. ضعفا خون میبازه و قوانین سود میبره، صاحب رسوخ میشه. این هم یک واقعیت دردناک است. عاطف صاحب مایک در خدمت شما. با سلام خدمت شما حاضرین در برنامه، بزرگوارایی که حاضر هستند و مخاطبای رادیو کتاب، و بسیار تشکر از جناب حدیث، مخصوصا از خاطره که در رابطه به خان عبدالغفار خان فرمودن برای من بسیار تازگی داشت و واقعا یک حرف را که گفتم حرف دقیق در موقع ارائه کردم. ولی برمیگردیم به سوال شما که از لحاظ حقوقی، قبل از اینکه بریم به مسئله حقوقی، شما در رابطه با مرزا گفتین که مثلا آبریزش می باشه یا کوم یا حدیث مسئله دریا و گپا رو گفتیم. ما در سیستم های مرزی بین المللی دو نوع مرز داریم، مرزهای طبیعی و مرزهای غیر طبیعی یا مرزهای ایجاد شده یا مرزهای طبیعی. مثلا ما مرز داریم بین افغانستان و ازبکستان، مثلا دریای آمو است، ولی با ایران یک همچین چیز نداریم، یک دشت است، میرین تیر میشین. مثلا بعضی جایهای دیگه در بعض مرزها ایجاد شدن. ما در ادامه یک لیست کلان است دیگه، همین به خاطر ما چون نمیمون ما لیست گرفتیم، انشالله خدمت توضیح خواهد کردم و گفتم. این مرزا تنها افغانستان نیست که در مورد افغانستان یک قضیه رخ داده باشه، مرزایش جابجایی شده باشه یا مرزایش تغییر کرده باشه یا مرز جدید برش ایجاد شده باشه یا خط برش. در جهان مثلا اگر 200 سال آخر در نظر بگیریم، شاید بیشتر از 100 معاهده مرزی یا 200 معاهده مرزی امضا شده، کشورها ایجاد شدن، کشورها مدغم شدن، مرزها جابجا شده، جایایی است که فروخته شده، جایایی است که خریداری شده. اینا را اگه همشه شما بخواین که امروزه دوباره شروع بکنین به این که برگردانین همه چیز به جایش، یا با مرزهای طبیعیش یا با مرزهای قبل از انقاضی قراردادها قرار بدین، من فکر میکنم که جهان شما باید تمام مرزهایش یک جابجایی بکنین، یک تغییر کلی در تمام جهان که او را من گفتم لیستش فعلا در مقابل نیست، بر شما باز لیستش در خاتمه خواهد خواندم. ولی از لحاظ حقوقی، از لحاظ حقوق بین الملل، من میخوایم رو بگم که ما انسان ها از لحاظ حقوقی از دو منظر تحت تاثیر قرار، مسائل حقوقی روی انسان ها اثرگذار است. یک حقوق داخلی،
دو حقوق بین الملل. حقوق داخلی خب یکی از ویژگی‌هایش است که از او گریز وجود نداره، عدم اطاعت در او مورد وجود نداره. کسایی که در اون قلمرو به حیث تابعین همون حقوق هستند مجبور مکلف هستند اجرا بکنن. ولی در قضیه حقوق بین الملل عمومی که یا ما میگیم حقوق بین الملل، چون باز بخش‌های مختلف تقسیم میشه. حقوق بین الملل عمومی است، بین الملل خصوصی است. در حقوق بین الملل نیست. یک سلسله گریزهای وجود داره، کشورها میتونن قبول نکنن، مثلا مگر که فقط در یک حالات که در حالاتی که یک منشور یا یک معاهده از جانب اکثریت کشورهای دنیا امضا شده باشه، او الزام آور است و او را باید هم انجام بدیم. یعنی او در تمام کشورهای دنیا الزام آور است که یکی از او به عنوان مقدمه گفتم تا بیایم بر سر مسئله خط دیورند. یکی از او معاهدات یا عهدنامه ها عهدنامه 1969 وین است که در رابطه با معاهدات امضا شده و اکثر کشورهای دنیا میره امضا کرد. اولا میخوایم بگیم که از لحاظ خود قانون مدنی افغانستان عقد وقتی که طرفی، چون خود معاهده هم عقد است و زیر مجموعه عقود معاهدات هم و در سیستم حقوق بین الملل عمومی امیر معاهدات میگن. دیگه هر نامی که شما سرش بگذارین، چه منشور است و چه عهدنامه و چه توافقنامه و چه پروتکل، همش زیر مجموعه همین معاهدات بین المللی. ولی بعدش خود معاهدات هم زیر مجموعه عقود هستن، یک عقد است که قرارداد است شما بسته میکنین. در قانون مدنی افغانستان عقد میگه عبارت از توافق دو اراده است. توافق دو اراده است برای ایجاد، انتقال، تعدیل و یا ازاله یک حق. همین تعریف عقد. شرایط عقد چی است؟ شرایط چی است که عاقدین موجود باشه، مثلا اهلیت داشته باشن، شیء که رویش قرارداد صورت میگیره قابل قرارداد باشه. چون بعضی کشورها مثلا از این مسئله نمیریم، چون این مسئله مربوط به این گپ نمیشه، صحبت ما رو به طولای به مورد خود کشون. ولی در کنگری در عهدنامه 1969 وین خود اینمی جمع خود اولا معاهدات یک تعریف میکنن اونجا. همین بازم معاهده عین همون تعریف حق داره. اونمو سند است که کتبی بین کشورها امضا میشه و بین کسایی یعنی کشورها یا تابعین حقوق بین الملل به امضا میرسه و باید که مشمول حقوق بین الملل باشه، یعنی تابع همون قواعد و مقررات که در حقوق بین الملل داره. این معاهدات نباید خارج از او باشه. این یک تعریف عام است که در کنگره وین از این صورت گرفته. ولی یگان چیز دیگه که از مهمترین گپش است که شرایط انعقاد قرارداد است. شرایط انعقاد یعنی معاهدات است. اصل جان مطلب همین است که در کدام شرایط میشه اینمی قراردادها امضا شد. اولین شرط قراردادها این است که اهلیت است. اهلیت اینمی امضای معاهدات باید ما داشته باشیم. که کیا اهلیت دارن؟ کشورها. بله، گفتیم که شرایطی که برای عقد قرارداد یا معاهده بین‌المللی نیاز است و اهلیت کشورها. کشور وقتی که میگیم در کنگره وین در 1969 آمده کشور، به خاطر اینکه وقت هنوز مسئله سازمان‌های بین‌المللی به عنوان شخصیت‌های حقوقی بین‌الملل مطرح نبود. ولی باز در زمینش در علاقهش که در فکر میکنم 1986 است علاقه داره، او سازمان‌های بین‌المللی را جزئی از اشخاص حقوقی بین‌المللی به میان میاره یا تابعان حقوق بین‌الملل تلقی میکنه و اونا را شامل از این میسازن. یعنی باید یا سازمان نهاد بین‌المللی باشین یا یک کشور باشین که اهلیت انعقاد یک معاهده را داشته باشین. این یک شرط اساسیش است. شرط دیگه اساسی ترین گپشه که من سر از اون میخوایم امروز یک ذره توجه بیشتر بکنیم این است که کیا میتونن معاهدات امضا بکنن. اینو میرم در کنگره وین کاملا توضیح داده که کیا میتونن. اولا میگه کسی میتونه به نمایندگی از یک کشور که او اسناد همون نمایندگی خود، اسناد معتبر نماینده بودن خود تقدیم بکنه، بعد از اون میتونه امضا بکنه این معاهدات. ولی در بخش بعدیش در همون ماده است، ولی در بند دوم از اون ماده میگه که کیا ضرورت ندارن به این که یک همچون سند را تسلیم بکنن یا یک همچون سند را ارائه بکنن. کدام اشخاص؟ این اشخاص به معرفی میگیره. یک میگه رؤسای دولت ها، رؤسای حکومت ها، یعنی منظورش از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرای خارجه و نماینده های سفرهای کشورها در کشور دیگر، در کشور میزبان. اینا نیاز به این که یک سند به نمایندگی از اون کشور خود ارائه بکنن ندارن. اونا نماینده تامل اختیار کشور خود بدون ارائه یک سند است. جان مطلب میگه وقتی خط دیورند وقتی ما میگیم نظر حقوقی بررسی میکنیم، اگر قرار باشه که مثلا میگیم این خط از لحاظ حقوقی زمینه حقوقی نداره، این اینجا است که ایرا نماینده تامل اختیار افغانستان در مطابقت با کنگری با می عهدنامه وین، نماینده تامل اختیار افغانستان که ضرورت به ارائه یک همچون سندی هم نداره برای اینکه
خودش نماینده معرفی بکنه امضا کرده که امیر عبدالرحمن خان است. بنابراین از نظر حقوقی شما نمیتونید میره بگوین که این قابل از لحاظ حقوقی شما نمیتونید به این روش‌های ازی که شما به یک معاهده مثلا شما میخواین که خودتان الزامات از این معاهده رو بپذیرین، روش‌های مختلف داره. یکی از او اعلام یک بیانیه است، یک اعلامیه است، یک صدور یک اعلامیه است یا ارائه یک بیانیه است که امیر عبدالرحمن خان بعد از امضای از این معاهده بیانیه ارائه میکنه برای درباره و برای ملت خود. و او میگه که ما کشورهای مختلف سرحدات خود تعیین کرده بود، ما هم سرحدات خود به خاطر از اینکه دست اندازی صورت نگیره تعیین کردیم. ببینید کلان یک مسائل حقوقیش است. این مسائل و این مسائل میره که من به شما میگم این کلش در کنگره وین در 1969 تصریح شده. این صراحتا آمده که یک همچون چیزایی در رابطه با معاهدات بین المللی باید که مد نظر گرفته شود. و در رابطه با فسخ معاهدات بین المللی، عهدنامه 1969 وین در رابطه با فسخ معاهدات بین المللی صراحتا میگه که این معاهدات یا فسخش، شرایط فسخش در خود معاهده ذکر میشه شده میباشه که به اساس از او فسخ میشه، یا ای که با اساس مذاکره طرفین فسخ میشه، طرفین دعوا. ببینید این بسیار یک مسئله چی است. و از این لحاظ ما بازم با تکرار میگم که با اساس یکی است که نظر ما است، یکی است که ما مثلا با اساس آنچه که وطن پرستی است یا مثلا مجذبات وطن پرستی که داریم گپ جداست. ولی از لحاظ حقوق بین المللی این معاهده یک معاهده حقوقی است، یک معاهده قانونی است. یک این مثلا باز اگه سوالات دیگه بودن ان شاءالله که در خدمت خود بودیم جواب میتونیم. ولی آنچه که من دو مسئله دیگر هم تکرار میگم بعد از اون صحبت ختم میکنم، نمیخوایم زیاد طولانی صحبت کنم، بسیار معذرت میخوایم. یکی که احادیث فرمودن که خط دیورند ظالمان است، ما هم میگیم ظالمان است، ما نمیگیم که نه بسیار خط خوبی است، ولی ما میگیم ظالم. ولی اکثر خطوط مرزی که تعیین میشه ظالمانه میباشه. یک مسئله بسیار اساسی است. یک مسئله دیگه که تا فراموشم نشده بگیم، در برنامه‌های مختلف میشنویم که پاکستانی‌ها آمدن با زعمای افغانستان در رابطه با خط دیورند صحبت کردن و از اینا خواستن که خط تایید بکنن. وقتی که تایید نکردن با مشکل مواجه شدن. ما اینمی رو میخوایم در از این تریبیون، از این برنامه میخوایم بگیم که اینمی جز عوام فریبی و شایع پراگنی چیز دیگه نیست. هیچ وقت شما از زبان یکی از این زعما مستقیما اگه شنیده باشین که همین صحبت کرده باشن، بیاین بگین که دینی وقتی آدم یا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه یا سردار محمد داوود، ببرک کارمل، دکتر نجیب، حفیظ الله امین، هر کس را که شما میگین متأخرین ما، آقای جناب کرزی صاحب، دکتر صاحب اشرفانی، هیچ کدام از اینا مستقیما از زبان خودشون این حرف نگفتن، بلکه اواریونشان اینمیره شایع پراگنی میکنن تا یک وجه سیاسی به دست بیارن. دلیلش هم به شما میگم. دلیلش این است که کسایی که حداقل کسایی که با سیاستمدارا و دیپلمات‌های پاکستانی سر کار داشتن یا حداقل کسایی که در دستگاه دیپلماسی کار کردن و با این مردم‌ها سر کار داشتن، با سیاستمدارای پاکستانی و با دیپلمات‌های پاکستانی سر کار داشتن، اینا میفهمن که اینا چی عجوبه‌های هستن. این سیاستمدارای پاکستانی چقدر کارکشته هستن، با اصطلاح هم چی آتش‌پاره‌های هستن. اینا با اوضاع بین‌المللی، با مسائل سیاسی و مسائل بین‌المللی آنقدر وارد هستن که اصلا شما تصورش هم نمی‌کنید. اینا از لحاظ حقوقی این مسئله را خاتمه یافته تلقی میکنن و از روی یک مسئله خاتمه یافته با هیچ کسی صحبت نمیکنن. اگر شما قرار باشه با اینا بحث بکنید، اینا با شما بحث نمیکنن، با هیچ عنوان با شما بحث نمیکنن، اینا بحث ندارن. جغرافیا به دستشان، شما بیان با شما چی صحبت بکنن؟ گرگا بگین بیا قرض بابیت بگی، تو خود نمیشه، امکان نداره دیگه. یک مسئله و این که مثلا میگفتن که امضا چی امضا کنن، آوردن چی برای زعما آوردن، چی که امضا کنن. سری زعما میخواستن چی رو تایید بکنن؟ کدام پروتکل نآورده، کدام قرارداد نآورده بودن. بنابراین اینمی هم شایع پراگنی است. هیچ وقت اگر او دیپلماتایی را که ما از دیپلماتای پاکستانی نمیشناسم، ما سیاستمدارای پاکستانی نمیشناسم، اونا آنقدر ساده نیستن که یک مسئله خاتمه یافته را دوباره بیان روی میز بگذارن و با شما مذاکره بکنن. و هم در حالتی که شما هیچ اعتراضی ثبت نکردین، در صورتی که شما افغانستان در این رابطه یک اعتراضنامه، یک اعتراضی را به محکمه بین المللی یا به سرمنشی ملل متحد
داده باشن، تسلیم کرده باشن، ثبت کرده باشن. اون وقت است که اون میای با شما صحبت میکنه که خب برادر شما یک اعتراض کردید، یک دعوا در رابطه با ما باز کردین، بیاین دعوایتون رو پس بگیرین، این امتیازات به شما میدیم. ما از فواره و از چهارراه پشتونستان سر صدا میکنیم خب مصرف داخلی داره. اونا این گپ میفهمن. اونا خیلی از ما سیاستمدارتر هستن. اونا میفهمن که این فواره و چهارراه پشتونستان مصرف داخلی داره برای افغانستان، برای زعمای افغانستان، و اونا به هیچ وجه نمیان با شما در این رابطه صحبت هم نمیکنن و اصلا عقلانی نیست که صحبت بکنن با شما. از لحاظ حقوقی وقتی که شما دعوا نکردین کسی نمیاد با شما اعتراض بکنه. با چی در رابطه با چی شما هنوز اعتراض نکردین؟ در رابطه با چی با شما صحبت بکنن؟ یک شایعه پراگانی بوده است و یک مصرف داخلی داره و این فقط برای است که احساسات مردم در دست داشته باشیم، چون خط دیورند یک مسئله بسیار حساسیت برانگیز است در افغانستان و اینا میفهمن، و اما این گپ میفهمن و از این استفاده سیاسی میکنن. برای فعلا من فکر میکنم وقت برسه به دیگران، انشالله نوبت بعدی ما لیستی که معاهداتی که انجام گرفته، معاهدات ارزی را انشالله خدمت ارائه خواهد کرد. بسیار تشکر صاحب، خیلی مستند و مفید بود. چند سوال ما اینجا یادداشت کردیم. آیا افغانستان این معاهده وین امضا کرده است؟ بله افغانستان و تقریبا اکثریت کشورهایی که عضو ملل متحد هستند این معاهده را امضا کردن. این عهدنامه 1969 وین امضا کردن. بله. اگر اسم کسی که این را امضا کرده در ذهنتان باشه؟ خیلی متاسفانه به ذهن من نیست، به خاطر از اینکه معمولا این عهدنامه را نماینده کشور در سازمان ملل امضا میکنه. ولی نمیفهم دو سال کی بوده دیگه. بسیار خوب. و یک سوال جانبی، آرشیف وزارت خارجه افغانستان کدام سندی در مورد خط دیورند وجود داره؟ شما اطلاع دارین؟ این مسئله یک کم وقتی که آدم مامور دولت میشه یک قسم میخوره بر رازداری، بر از اینکه رازدار باشه. و با اینکه من فعلا در وزارت خارجه کار نمیکنم ولی هنوزم خودم متعلق به وزارت خارجه میدونم، ما یک بخش محرمانه داریم، یک آرشیف محرمانه داریم در وزارت خارجه افغانستان. بسیار اسناد مدارک بسیار مهم در اونجا است و از جمله ای هم اونجا تشریف داره و او دروازه از او آرشیف با مسلطیور به 3-4 کلید باز میشه، به یک کلید باز نمیشه. یک جای مخصوص است و چند نفر کلید عمل میکنن. مثلا یکی رئیس آرشیف است، یکی معین صاحب میباشه، یعنی مردم ها میباشن و در او بخش اسناد حتما وجود داره، ولی ما نمیخوایم در رابطه با او مسئله در اون مسئله زیاد توضیحات بدم. برای معذرت مرا قبول بکنید. یک عذر کاملا موجه هست و ما راضی نیستیم که راز کشور ما افشا شد. فعلا خود کسی دیگه دست بالا نکرده، گویا مهارج صاحب هم تشریف نورده، انجینیر صاحب عنایت هم تشریف نورده. بیننده های گرامی رادیو کتاب، تشکر از اینکه با ما بودین و بحث های ما را شنیدین. قسمت سوم مرز دیورند، مرز رسمی یا خط فرضی، در منجا ختم شد. نظراتی که عاطف صاحب ارائه کردن و نظراتی که احدی صاحب ارائه کردن مسئولیتش به خودشان است. همچنان که در مقدمه تذکر دادم، بار دیگه میگم که رادیو کتاب در صدد تأیید یا رد نظرات نیست، در صدد جبهه‌گیری به نفع یک جناح فکری هم نیست. ما مطالب پخش میکنیم و قضاوت به ذهن و وجدان بیننده ها میگذاریم. رادیو کتاب رسالت خود میدونه تا بی‌طرفی را رعایت کنه، حقایق را پخش کنه که به آرامش ذهنی و امنیت ملی کمک کنه. شما هم لطفاً با نظرات خود انتقاد، پیشنهاد رادیو کتاب یاری کنین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.